خیلی خوش اومدین به اولین قسمت پادکست گایس. امروز قرار در مورد نمایشنامه افسانه تبای صحبت کنیم. این نمایشنامه متعلق به سوفوکل هست و مربوط میشه به تاریخ یونان باستان، حدود 5 قرن قبل از میلاد مسیح. این نمایشنامه در مورد شخصیت اودیپ هست. اودیپی که ما بعضا توی داستان‌های روانشناسی، داستان‌ها که نه توی تحلیل‌های روانشناسی و یکی از مهمترین و بنیادی‌ترین مسائل در روانکاوی است که فروید اومد برای اولین بار اون رو مطرح کرد. بعد از اون این نمایشنامه اهمیت خیلی خاصی داره در نمایشنامه نویسی و تئاتر، به نوعی که میشه از مهمترین تراژدی‌ها یا مهمترین تراژدی که در تاریخ هست از این کتاب نام برد، یا از این نمایشنامه نام برد. و از اون طرف اهمیت خیلی مهمی داره توی مسائل فلسفی و وجودی، چون سوال‌های خیلی عمیق و مهمی توی این نمایشنامه مطرح میشه و شخصیت‌ها با مسائل خیلی مهمی که هر کدوم از ما چه در جهان امروزی و چه در زمان قدیم که یک مسئله وجودی هست، اینا همه مطرح میشه و ما با اینها درگیر میشیم. همچنین میتونه از لحاظ اسطوره‌شناسی، شناخت تاریخی و خیلی از مسائل مختلف، یعنی ما میتونیم از چندین جهت در مورد این کتاب و این نمایشنامه صحبت کنیم و این نمایشنامه از 3 بخش مختلف تشکیل میشه و توی هر کدوم از اونها ما با المان‌های متفاوتی روبرویم که هر کدوم از این المان‌ها کلی میشه در موردش صحبت کرد. هم میشه از لحاظ روانشناسی و همچنین از لحاظ فلسفی و همچنین از لحاظ تاریخی و حتی از لحاظ هنری بهشون یک نگاه خیلی جدی داشت. برای همین یک اثری هست که صحبت کردن و در موردش مثلا بحث کردن خیلی میتونه مهم باشه. حالا خب ما اولش می‌خوایم در مورد یک خلاصه‌ای داشته باشیم از این کتاب که این خلاصه بگیم که خب داستان از کجا شروع میشه، چه اتفاقاتی قرار بیفته. خب شروع کنیم. سازمان شما شروع کن. توضیحات کامل دادی تقریبا. چند زن؟ آره دیگه تقریبا مقدمه خوبی بود. بعد از چندین بار بعد از چندین بار دیگه شروع. آره. داستان نمایشنامه اودیپ نوشته‌ای که ذهن خیلی رو درگیر کرد، به خصوص فروید. چرا اینقدر مهمه و اصلا این نمایشنامه چیه؟ از دید من به نظرم این نمایشنامه اول از همه چیز یک تراژدیه که باعث میشه ما ازش لذت ببریم و خودش یه سوال بنیادیه و من دارم میخواد در ادامه به جزئیات این قضایا بپردازیم، چون سوالات و بحث‌های طولانی داره که ممکنه برای هر کسی قابل شنیدن باشه. 3 تا نمایشنامه داره. نمایشنامه اول و سوم از دید من از همشون مهم‌تر. نمایشنامه دوم بیشتر میان پرده است. نمایش اول که نمایشنامه اودیپ شهریار هست، نمایشنامه‌ای که ما با این داستان مواجه میشیم که یه خاندانی نفرین شدن و ما از ماهیت این نفرین خبر نداریم، اما با متوجه میشیم که قرار یه شاهزاده پدرشو بکشه و با مادر هم بسترش. اولش اینجوری که ما توی داستان شاهیم دیگه، یعنی شاهیه، اودیپ شاهیه. آره یه شاهیه. بعدن کم کم متوجه میشه. آره. ولی خب قصه هولناکش و چیزی که تقریبا هر کسی ممکن در مورد این نمایشنامه اولین بار بشنوه و قطعا فروید میاد تو ذهنش، همچین داستانی باشه که این اتفاق میفته. و خب مسائل مهمی مطرح میشه، چرایی، تقدیر، سوالاتی که ذهن هر کسی رو درگیر میکنه و ممکنه هیچ وقت جوابی براش وجود نداشته باشه. که البته مهمه. آره. غیر از جواب و غیر از داستان خود نمایشنامه ها، ما یه پس زمینه داریم تقریبا که خیلی انتقاد شده از این داستان. تا جای من شنیدم میگن به خاطر اینکه این کتاب خیلی ماهیت اسطوره‌شناسی داره، باید یه مقدمه‌ای در مورد این اسطوره‌شناسی می‌داشت. من یه جواب واسه این نکته دارم که حالا بعد صحبت‌های تو آره من خودم نمیدونم این انتقاد درست هست یا نه، ولی درست نیست. آره. ولی خب به نظرم خیلی خوبه که ما در مورد پس زمینه این داستان، در واقع فرا داستان این داستان اطلاعاتی داشته باشیم. کاری نیست. آره. در درک داستان چون خیلی مهمه، تو درک داستان خیلی کمکمون می‌کنه. آریا توی زمینه خیلی میتونه اطلاعات جالب و باحالی اختیار کلی کاملی بخشش نیست. آره اون موقع میتونیم بعد از اینکه اون داستانو شنیدیم به جزئیات 3 تا نمایش بدیم. حالا یه سوالی الان برام مطرح شد. خب شما شروعش چجوری می‌بینید؟ یعنی این که ما الان اودیپ یه شاهی داریم می‌بینیم که یه سری مشکلاتی داره دیگه. مثلا این شروع درسته یا نه؟ یا خب مقدمه اولش هست، یه توضیح میده که چطور. آره
واسه این شروع خوبیه یا نه؟ یعنی ما چون شروعش اینجوریه که ما یه دفعه داریم یه اودیپی داریم که الان پادشاه شده و درگیر اون شهری که حالا هست، اون تبایی که هست درش وجود داره و تو تبایی دارن زندگی میکنن. روایت اینجوری شروع میشه که این پادشاه یه خوشسالی مشکلاتی براشون ایجاد شده و اینا میخوان از بنوعی از طریق پیشگوها، از طریق مثلا اینها بفهمن که مشکل چیه، اون ریشهش از کجا میاد. الان به نظر شما اینجا شروع خوبی بود یا میتونست قبل‌تر شروع شه؟ به نظرم میتونست قبل‌تر شروع بشه، چون قبل خبرا رو میده که چه اتفاقی میفته تو نمایشنامه. آره خب یعنی نمایشنامه مقدمه داره، یه اینترو داره، ولی خب تمهید داستانو البته خب شاید خیلی هم دقیق و جدی نباشه ولی داستان از گره شروع میکنه. مقدمه که پیش از رسیدن به اون گره میداره، اول نمایشنامه توضیح میده میگه به این دلایل شاه اودیپی که الان ما قرار بشناسیمش در مشکل گرفتاریه، یهو میره سراغ گره. البته این به نظرم توی زمان خودش تکنیک بابی بوده، حداقل شاید نه الان واسه ما چیز جالبی باشه. خب اگه شما آره داستان اسطوره شناسی لازم هست. خب اوکی. ما برای که بدونیم داستان باید به چه منواله نیازه که پس زمینه از داستان رو داشته باشیم، چرا که توی داستان اسم از این میره که نفرینی از گذشته ها نفرینی از گذشته ها بر شهر ما حاکمه، بر شهر تب یا تبس. آره اول این سوالو میتونی جواب بدی؟ بله. بین حرفتم خواهش می‌کنم. چرا نویسنده برای اینکه حالا بیشتر ما درک کنیم نوشته رو نیومده مقدماتی در مورد خدایان یونان میگه؟ این سوالیه که خیلی در مورد این کتاب پرسیدن به عنوان انتقاد. به نظرم سوفوکل میگم برای زمانه خودش میدونست. بحث اینه که در زمان خودش خدایان به قدر کفایت شناخته شده بودند. شجر نام‌ها شناخته شده بود، مردم با خدایان ارتباط داشتن، مثل ما که انسان‌های از به اصطلاح دوره مدرن یا پست مدرن یا پست مدرن هستیم با خدایان و اسطوره‌ها بیگانه نبودند، میشناختند و سوفوکل نیازی نمیدید که بیاد اینها رو توضیح بده. این مسائل روزمره بود، مسائل روزمرهشون بده. میدونستن که مثلا آپولو خدای مثلا خدای تیر و کمال، مثلا خدای دانایی به عنوان مثال، خدای پیشگویی مثلا. این بود از بحث این که چرا اصلا ما باید پیشگویی این به اصطلاح خوندن مقدمات در زمان مدرن برای ما لازمه. الان دیگه ما باید یک دیدی از گذشته به داستان داشته باشیم. اودیپ از تبار فردی به اسم کادموس. این آقای کادموس پسر شاهی بود به اسم آگنور. اینا 3 پسر بودن و یک خواهر داشتن به اسم اوروپه یا یوروپ که واژه است از ریشه این واژه به اروپا برمیگرده، مشخصه. آره. و به اصطلاح گم شدن این خواهر اصلا باعث پیدایش قاره اروپا میشه توی اساطیر یونانی. یعنی میرفت دنبالش بعد اروپا بله و مکانی رو پیدا میکنن که بعدها نام قاره اروپا روش میذارن. آره به اصطلاح بحث اینی که اروپا یک روز زئوس طبق معمول که ما توی موتیف داستان‌های یونانی هست، زئوس خودش رو به شکل گاو نر زیبا در میاره سفید و اروپا رو به اصطلاح فریب میده. اروپا برای اینکه بهش نزدیک بشه و این گاو رو نوازش کنه، زئوس میگیرش و فرار میکنه به یک جزیره. آگنور از این اتفاق ناراحت میشه و به پسرهاش که کادموس از هم یکی از اونهاست بهشون میگه که شما باید برید و خواهرتون رو برگردید. کادموس به راه میشه، برادرها هر یک به راهی میرن که هیچ کدوم هم به راهی نمیرسن. کادموس در راهش به معبد دلفی میرسه، معبد بسیار مهم. تو کتاب هم اشاره میشه. بله معبد دلفی مشخصا. معابد مثلا کارکرد سیاسی هم داشتن، حالا جلوتر توی بحثا میگیم. این معبد تحت نظر الهه خرد و جنگ استراتژیک یعنی آتنا بوده. کاهنا توی این معبد به کادموس میگن که تو تقدیرت این نیست. باز هم بحث تقدیر میاد واسه. تو تقدیرت این نیست که خواهرت رو پیدا کنی. تقدیر تو اینه که شهری به اسم شهر تب یا تبس رو بنا نهی یا بسازی به اصطلاح. کادموس گوش میده و میپرسه که چطور. اونا میگن که تو باید این گاو رو دنبال کنی. باز هم یک گاو اینجا توی داستان هست، اینها موتیفن، تکرار میشن. کادموس گاو رو دنبال میکنه و به زمینی میرسه. آتنا الهه خرد بهش میگه تو باید گاو رو در همین مکان قربانی کنی و اینجا شهر تبس رو پایه‌گذاری کنی. کادموس برای قربانی کردن گاو نیاز به آب داره. نزدیکترین چشمه اونجا چشمه است که آبش مقدسه و اژدهای مقدس که هر دو متعلقن به آرس، خدای جنگ
جنگ، خونریزی و آتش، به اصطلاح میل نابودگر، اینها متعلق به آرس بودن. کادموس چاره‌ای نمیونه جز اینکه اژدها رو بکشه و با استفاده از آب چشم گاو رو قربانی کنه، کما که بعدها به خاطر کشتن اژدهای مقدس 8 سال برای آرس به اصطلاح خدمتگزاری میکنه. اما اینها دیگه توی داستان به چشم نمیاد. گاو قربانی میشه، کادموس از دندون اژدها، یا به اصطلاح برای اینکه شهر رو پایه‌گذاری کنه، دندون اژدها رو توی زمین میکاره. این شیوه خودش شیوه عجیبیه به نظرم. از دندون اژدها نسلی از جنگجویان از زمین رشد میکنن به اسم جنگجویان اسپارتوس، که همون مثل همون اسپارتان ها هستن، یک سری از یک لشکری یا یک ارتشی بسیار قوی از جنگجویان یونانی. اینها با هم میجنگن و در نهایت 4 سردار به همراه کادموس زنده میمونن. یعنی این کشت و کشتار تا وقتی که اینا به 5 برسن باقی میمونن. درست. و این 5 نفر شهر تب یا تبس رو پایه‌گذاری میکنن. داستان ما ادامه پیدا میکنه. اما باز پیش از این که بخوایم ورود کنیم به داستان اودیپ و پدر اودیپ یعنی لایوس، خوبه که این نکته دیگه هم بگم. اینکه که کادموس میاد زنی رو به همسری خودش انتخاب میکنه. اسم زن هست هارمونی. هارمونی دختر 2 خدای یونانی، آفرودیت و هفاستوس. آفرودیت خدای میل جنسی، بله، و هفاستوس خدای صنعتگری. ازدواج این دو در اساطیر یونان ازدواج اجباری و به اصرار زئوس بوده. آفرودیت به هیچ عنوان هفاستوس رو دوست نداشت و آفرودیت در نهایت به هفاستوس خیانت میکنه و با آرس خدای جنگ به اصطلاح جوانای الانی رو هم میریزن و این دو خیانت این وسط شکل میگیره. و یه چیز جالبی که حالا وجود داره اینه که هفاستوس و آفرودیت، یعنی آفرودیت که میشه نماد زیبایی و عشق و اینا، بله. هفاستوس هم بود نماد صنعتگری و به نوعی هنر یا همچین چیز. این دوتا ترکیب این دوتا با هم میشه هارمونی، نظم، تعادل. آره، یک نوع یک چیزی که ترکیب زیبا، یک چیزی که ترکیب زیبایی داره و اون زمانه که هارمونی شکل میگیره. یعنی میگه اگر ما صنعتگری داشته باشیم، اگر ما نمیدونم یک کار رو بخوایم ارائه بدیم اما در زیبایی وجود نشه، هارمونی نیست. و زیبایی بدون صنعتگری هم هارمونی نمیتونه. برای همین اینجوری میتونیم یک تعریف درستی از هارمونی داشته باشیم. حالا درستش هم همین، یعنی بیشتر چیزایی که ما الان کلماتی که استفاده میشن مثلا موزیک، همه اینا، بله، اینا همه ریشه لاتین دارن اصلا کاملا. و بالاخص داستانی یا یک پلاتی توی اساطیر یونان دارن مشخصا. این نکته خیلی خوبی بود. هفاستوس که حالا به درگاه خدایان هم من باب این خیانت شکایت میکنه، جوابی پیدا نمیکنه، میاد گردنبندی رو میسازه و به هارمونی و کادموس هدیه میده. به خاطر این خیانتی که آفرودیت در حقش کرده میخواد انتقامش رو از اینها بگیره. این گردنبند حامل یک نفرین بوده و این نفرین بر تمام نسل کادموس تاثیر داره. نفرین خاندانه. نفرین خادمان جالب بود. خادمان خاندان از اینجا شد. خاندان کادموس این اولین نفرینی که بر این خاندان حاکم میشه. گناه پدران، گناه پدران. و این سوالی چرا این نفرین میاد خانواده کادموس؟ من حس میکنم که از این نفرین ها ما توی اساطیر یونان زیاد داریم. ما خاندان آتریوس هم داریم که باز به همین نفرین دوچارن و همدیگه رو میکشن. یعنی خیلی به خاندان اودیپ خیلی شباهت زیادی دارن، ولی اونها نفرینشون بر این اساسی که همدیگه رو حتما باید خودشون بکشن، هیچ عامل دیگه وسط نیست. حالا اینکه اصلا نفرین چیه ما اصلا نمیدونیم. اصلا لفظ curse مثلا انگلیسیش اینا به چی اشاره میکنه؟ ببینیم که این گناه، ما فرض رو خیلی دینی و تئولوژیکی میگیریم که این گناهه. یه گناهی این وسط رخ میده، گناه خیانت نباید رخ میده. حالا که این گناه رخ داده کسی باید تاوان این گناه رو بده. این نفرین منتقل میشه. ما میرسیم به لایوس، پدر اودیپ. بله، پدر اودیپ پادشاه فعلی تب پیش از اینکه اودیپ بخواد بر تخت بشینه. لایوس همسری داره به اسم یوکاستا و پیشگویی داره به اسم تیرزیاس. اینها شخصیت‌های داستانن. اما پیش از اینکه بخواد یوکاستا رو به همسری برگزینه یا باش ازدواج کنه، میخواد شهر رو ورود کنه به شهر توسط 2 خدا به اسم آمفیون و زتوس که اینها دیوارهای شهر رو ساختن با نوای موسیقی. شهر تسخیر شده، از دست اینها فرار میکنه و به دربار شاه همسایه یعنی پلوپوس
به اصطلاح چی میگن اصطلاحش اینه که به درگاه اونا پناه میبره. آره پناه فکر کنم بهترین لغتش بود. به درگاه اونا پناه میبره. در این حین که آمفیون و زتوس که تب رو اشغال کردن و ناگهان جنگی بین این دو رخ میده و به اصطلاح تخت پادشاهی برای لایوس داره آماده میشه، لایوس باز اینجا گناه دوم رخ میده. البته ما اینجا باز کلی پیرنگ داریم، کلی اتفاقات افتاده، من اصلی ها رو اشاره میکنم. گناه بعدی رخ میده، گناه خیلی عجیبیه. لایوس از دربار پلوپوس رونده میشه. چرا؟ چون خروسیپوس پسر پلوپوس رو میدزده. یعنی گناه اغواگری جنسی مرد با مرد. یعنی ما همجنس بازی هم به اصطلاح یعنی رشه های از همجنس بازی هم توی داستان داریم. این گناه شناخته میشه. پلوپوس به اصطلاح خشمگین میشه و لایوس رو از دربار خودش بیرون میکنه. لایوس میاد، آمفیون و زتوس شهر رو خالی کردن. لایوس بر تخت میشینه. ژوکاست یا یوکاسته، چون این جی اولش و این دو تلفظش ممکنه. ژوکاست یا یوکاسته رو همسر خودش میکنه و به اصطلاح حکومتی شکل میگیره. حالا وقتش که نفرین ها یا گناهان باید تاوان این نفرین ها پرداخت بشه. تیرزیاس کاهن معبد دلفی و پیشگوی اعظم پیشگویی میکنه که تو قراره یه فرزندی به دنیا بیاری که تو رو خواهد کشت و همسر تو یعنی مادر خودش رو قراره به زنی برگزینه. و این پیشگویی شدیداً وحشتناکه، چرا که والاترین پیوندهای انسانی و پیوندهای اجتماعی انسانی رو میبره زیر سوال. کادموس، حالا کادموس که به اصطلاح دیگه الان دورش گذشت، لایوس اینجا قضیه زنا با محارم و تمام مشخصی مطرح میشه. بله. گناه سوم. آقای لایوس جلو خودش که نمیتونه بگیره، یعنی بچه دار میشن اینا دیگه. بچه به دنیا میاد. قبل از اینکه بچه به دنیا بعدش نه، قبل از اینکه بچه به دنیا بیاد پیشگویی میشه. شاید هم موقعی که یوکاس باردار بوده این پیشگویی شد دیگه. راهی برای برگشت نبوده. میخوام از اینجا بریم زمانی که آره دیگه برگردیم به داستان. آره دیگه زده و در رفته دیگه. لایوس دیگه زده و دیگه به اصطلاح کار شده دیگه. یعنی زنش اینجا آره با اون پادشاه کلمه مناسبی بود. اینجا داستان ما چجوری با اودیپ آشنا میشیم. اودیپ یه پادشاهست توی زمان الان اودیپ در اینجا در این نقش میشه انگار جای لایوس اومد. جای لایوس پادشاه و حکومت توی زمان خیلی بدی قرار داره. خوشسالی من یه چیزو بگم، تلاش لایوس برای کشتن اودیپ موفق نبود. نه یه تلاش داشت فقط نگودید تاشا. ما نمیدونیم لایوس ما داستان رو این شکلی دنبال میکنیم که اودیپ اینجوری آشنا میشیم، شهر اوضاع خرابی داره و متوجه میشیم که اودیپ یه معمای خیلی سختی رو تو این شهر حل کرد. معمایی به نام معمای ابوالهول یا اسفینکس. بله. معمایی رو حل کرده، به همین خاطر مردم خیلی بهش ارادت دارن و احترام میشن. آره دیگه اینجوری بوده که این معما رو یه زمانی اومد ابوالهول تو شهر اینا و اینا دچار مشکلات شدن، خوشحالی شدن فلان. هر کسی معما رو حل می‌کرده این تموم میشه. نه پادشاه نمی‌شد. مشکلات برطرف می‌شدن. بعد زمانی که این مشکلات برطرف شده و اودیپ اومده این معما رو حل کرده، بعدش مسئله پیش اومده که ما پادشاهی نداریم و تو هم کسی هستی که به درد پادشاهی می‌خوری. اون زمان داستان اینجوریه که الان اودیپ به پادشاهی رسیده و اون شهر تبایی که حالا ریشواش آریا گفت، الان اودیپ هست پادشاه اون شهر که با چالش دوم روبرو میشه. الان دوباره با چالش جدیدی روبرو شده که خوشسالی است. دوباره مشکلات زیادی شده. اینجا جاییه که ما باید به جزئیاتش بپردازیم ادامه بدیم. که داستان چه اتفاقی میفته. خب الان اینجا دیگه داستان اینجوری ادامه پیدا میکنه که ما دچار خوشسالی شدن. بعد از طرف معبد دلفی یک پیشگویی میاد به اسم تیرزیاس. تیرزیاس که نابیناست. بله نابیناست. که نابیناست و یه پیشگویی عجیبه. آره میگه که ما باید بریم اون کسی که پادشاه ما رو کشته رو پیدا کنیم و به سزای اعمالش برسونیم. دلیل بدبختی ما همون. و اینجا جایی که اودیپ خیلی خودش مشتاقه و میخواد حقیقت رو پیدا کنه و خودش اولین کس میگه من قاتل رو پیدا میکنم. داستان فرم جنایی داره. حالا اینجا تیرزیاس ادعا میکنه که من میدونم کیه. پادشاه من میدونم. اما انگار دوست نداره. اگه اتفاق بیفته اتفاق خیلی بدی. بله. اما اودیپ اصرار میکنه که بگو کیه. خب اون امتناع میکنه از گفتنش. میگه من نمیخوام بگم اگه اتفاق بدی میفته. اما در نهایت میگه و میگه قاتل پادشاه ما خودتی. و
و یه دفعه تو لحظه اودیپ اتفاقی که براش میفته یک حس خیلی بدی بهش دست میده و حتی حس خیانت بهش دست میده که حالا اینجا باید بقیه مثال رو مطرح کنیم که بخش کرون چه اینجا و اینجا اودیپ از کرون یه خورده تو واسه سی در اولش شده سیرون یا کرون. اودیپ اینجا از کرون ناراحت میشه به عنوان اینکه فکر میکنه بهش خیانت شده. کرون توطئه سیاسی هست. کرون دایش بوده و حس میکنه که به مقامش چشم داره و داره خیانت میکنه. و این نه دایش نمیدونه دوستش برادر زنش بوده. برادر زنش بوده کرون. آره بچه بودیم قاطی شد. کرون دایی چی بوده؟ ایسپنه و آنتیگونه. اولش فکر کنه که برادر زنش. نه کلا دایش هم نمیتونه باشه. دایش که هست ولی نمیدونه. دایی ناتنی شد. الان برادر زنش. دایی ناتنی شد در واقع. ما از فکر از اول بریم. آره استفکازی ندیده بودم. الان من نمیدونه ای دایی. هیچ ربطی نداره. آره تو اینجوری کات میدیم. بعد از اینکه تیرزیاس پیشگوییشو میگه اودیپ خیلی عصبانی میشه به خصوص از کرون که برادر خانومش هست. برادر زنش و نقش خیلی مهمی هم تو حکومت داره و اونجا اودیپ فکر میکنه که بهش خیانت شده و حتی تهمت میزنه. فکر میکنه اینا با هم نقشه ریختن که این مثلا حالت بیان اتهامو بهش بزنن و حکومت ازش بگیرن. تیرزیاسو طرد میکنه. و اینجا جستجو برای پیدا کردن حقیقت شروع میشه. که آقا اودیپ شروع میکنه به کندوکاو کردن برای اینکه بفهمه واقعا پیشگویی حقیقت داره یا. حالا اینجا چیزی که هست خب چندین نماد مثلا به وجود میاد. تیرزیاس ما داریم که به عنوان یک پیشگوی کور نابینا میاد در برابر یک پادشاهی قرار میگیره که این پادشاه خیلی جوان قدرتمند حتی دانا که میتونه معما حل کنه مشکلات حل کنه. اما اینجا بحثی که این وسط شکل میگیره همونجوری هم تو داستان شما حس میکنی که درسته که این یه پیشگوی پیره اما قدرت بیشتری از پادشاه داره و انگار داره یه فضایی رو برای ما به وجود میاره که ما داریم میریم به سمت تراژدی. میدونی یعنی چه اتفاقی داره؟ آره یه اتفاق بد انگار قرار بیفته. بیشتر از قدرت انگار یه دانایی داره، آگاهی در واقع داره، بینایی داره با وجود نابینایی بینایی داره در مورد امور. نیچه یه جمله داره میگه روانشناس تا زمانی که چشم بر خود نبندد نمیتونه چیزی ببینه، ولی که حس میکنم اینجا قضیه برعکسه و تا زمانی که اودیپ نیاد چشمشو از جهان ببنده نمیتونه خودشو ببینه، نمیتونه خودشو بشناسه، نمیتونه بفهمه که قاتل واقعا خودشه. جهان حجاب خودشه، یعنی جهان رو باید بزنه کنار. آره چون میاد حتی یه جور کری میخونه برای اون تیرزیاس. آره میاد کوری میخونه برای تیرزیاس. آره خب میگه اینجا میگه تو مثلا یه پیشگو کوری مثلا چیزی نمیفهم. نه و میگه من معمای شهر رو حل کردم، تو موقعی که من معمای شهر رو حل کردم کجا بودی؟ تو چرا کاری نکردی؟ واقعا سوال خوبه، از کجا بودی؟ الان به هم شرم میکنه. الان یه حرفا داره میزنه. چرا حلش نکردی؟ اما خب اون درسته دقیقاً نقشش چیزی اینه، با اینکه کوره اما انگار آگاهی خیلی بیشتری داره، انگار بهتر این موضوع داره متوجه میشه. اما اون انگار متوجه این قضیه نیست، با اینکه پادشاه با اون کسی که بد بفهمه. و انگار اینجا اولین باریه که اودیپ میاد از دانستن واقعیت سر بزنه، میگه نه من نمیخوام واقعیت رو بفهم. یه همچین چیزی انگار اینجا اولین باری که داره اودیپ با حقیقت میجنگه. البته این قبل‌تر هم اتفاق میفته اما اینجا ما تو داستان برای اولین بار داره اینو میبینیم. داریم ما برای اولین بار هم چیزی رو میبینیم. اینجا وحشت از واقعیت اتفاق میفته. خیلی میترسه دیگه، چون حس میکنه یه سری چیزا واقعا هست. تو پیش از اون فرض بر این بوده که توطئه سیاسیه، واقعا اینا میخوان منو از سخت بیارن پایین. اینجا چیز نمیکنه، یعنی اینجا به اون نقطه نمیرسه که چرا اتفاقا دقیقاً همون مقدمه میگه شما خود تو تیرزیاس میخوای تخت از من بگیری که داری حرفا رو میزنی، اینا توطئه سیاسیه، من تو کتم نمیره. آقا اما هنوز به این نتیجه نرسیدی که همچین چیزی ممکنه وجود داشته باشه. صرفاً فرضیه است. صرفاً فرضیه. خب بعد جدی باش مقابله میکنه و اینا، بعدش دیگه حالا مثلا ادامه داستان پیش میاد. پیش از اینکه ادامه بدیم خیلی عذر میخوام، خیلی چیز جالبیه این تئوری که زن تو با برادرش یا زن تو با معشوقه پنهانش
بخوان شاه رو بکشن و بر جاش بشینن، این تئوری توی شکسپیر موفق میشه، توی مکبث، تا حدودی توی اوتلو. جالب اینه که این مثلا میراثی که سوفوکل بعدها شکسپیر از سوفوکل به اصطلاح میگیره به ارث میبره. آره دیگه. اما خب اونجا حالا اینجوری، اما خب اینجا الان داستان ما اینجوری که در ادامه وقتی که اتفاق میفته این شکش میره به کرون دیگه. کرون میشه کرون میشه. یعنی تلفظش تو اسم مشکل. نه بحث فونتیک دیگه، یعنی CEREO سرئون کرون، اینجوری باید تلفظش کرد. به نظر من صحیح تره. حالا شاید ما که انگلیسی هم باز برای خودش داستان داره دیگه. آره یعنی ما توی بحث زبان شناسی متأسفانه نمیتونیم نظر نهایی رو اعلام کنیم، چون ما سوادمون واقعا من حداقل ولی لاتینش میگیم. آره لاتین. اینجا نقش یه نفر خیلی شاید دردناکتر باشه از بقیه، نقش همسر اودیپ، شاید برعکس، که شاید حقیقت رو درست میدونه. آره یعنی در واقع تنها کسی که اون لحظه حقیقت رو میدونه که چه اتفاقی که چرا وقتی تو حقیقت رو میدونی. خب نکن تو بس دقیقا داستان ما در این همیشه میگه آیا حاضری با حقیقت روبرو شی یا نه؟ آیا ما طاقت حقیقت رو داریم؟ اون که حقیقت رو میدونسته. خب همین اما طاقتش، اما خب اون قدرتش نشه که باش روبرو شه. نه حامل حقیقت بوده. حقیقتی بود نه هنوز به قطعیت نرسید. هنوز به قطعیت نرسید. ژوکاس میدونست. به نظر من 100% نه، اون خیلی شک شدیدی داشت و از این که فکر میکرد یه اتفاقی میتونه اینجوری بیفته واقعا و در وحشت. چرا ژوکاس حقیقت رو آغاز نکرد؟ الان بحث اصلا اینه که ژوکاس تو داستان ما نیستن. بس دقیقاً همین شخصیتی که نیست از همون موقع. چرا ژوکاس حقیقت رو خودش آغاز نکرد؟ چون نمیخواست حقیقت رو مطمئن بشه از حقیقت. میخواست در حد یه شک وحشتناک تو ذهنش باقی بمونه. در واقع انکار داشت. ما تو انکار و فرار از واقعیت رو در اودیپ و تقریبا تمام شخصیت‌ها می‌بینیم. اصلا بحث سر همینه، این تراژدی بعد اینجوری شکل بگیره 100%. آره. یعنی ما انگار داریم یه چیزی فرار میکنه اما قرار سر اون بیاد. اما ما شخصیتیم که تا حدودی بیگناهیم، یا حداقل فرضمون بر اینه که بیگناهیم. ژوکاس شاید میدونست که بیگناه، به خاطر همین شخصیت اصلی تراژدی نیست. نکن اگر بخوایم حالا بحث بیگناه بودن به ذات نمایش دوم خیلی مطرح میشه. یعنی اگر ما بخوایم در نظر بگیریم همه بیگناه بودن. همه بیگناه بودن. تاوان پدران گناه پدران. آره یه همچین چیزیه. اما خب انگار اونقدر اینجوری میگیم اونقدرم بیگناه نبودن، میتونه حقیقت رو بفهمن. البته ما دورادور داریم میگیم که اینها تاوان بودن، بعدها میفهمیم که به اصطلاح اینها سرنوشتی بود که اینا رو به سمت بهتری برد. اینها رو برد که به اصطلاح یکی بشن با تقدیر خودشون. اینجا دقیقاً جاییه که سوالات بنیادین شروع میشه. چرا؟ یعنی نبرد با تقدیر چجوری ممکن میشه؟ اصلا این نبرد منصفانه نیست، عادلانه نیست. و اینکه بحث اراده چی میشه؟ یعنی اختیار اینجا کجا قرار میگیره؟ اختیار بحث بذار ما یه ذره داستان بریم جلوتر، اینا خیلی مطرح میشه. آره اینا اگه ببریم جلوتر چه اتفاقی میفته؟ اودیپ میره تحقیقات رو از همسر خودش شروع میکنه که آقا چه اتفاقی افتاده. درسته؟ درسته. که ببینه چه جوری شده. و اون میاد در قضیه صحبت میکنن که آیا اون مثلا در بیشتر داره میپرسه که خب پادشاه قبلی چه بلایی سرش اومد، میخواد اینو بدونه. چون الان مسئله اصلی براش اینه که پادشاه قبلی چه اتفاقی و چه کسی اینو کشته. متوجه میشه که پادشاه قبلی توی سرایی کشته شده و فقط یک نفر میدونه که چه اتفاقی افتاد. یه چوپانی همراهشون بوده. جالبی هم داشت. یه سراییه، شاید سرایی مثلا. آره این سرایی اسمش سرای فوسیس. فوسیس یکی از کلمات مهم توی فلسفه افلاطون به معنی ذات. انگار مواجهه با ذات خودشه، بازگشت به ذات. آره بعد الان دوراهش چی میشه اینا؟ سرا سه تا سمت میره. حدوث بوده. نه شاید اینجوری باشه که اون دو تا راهی که به ذاتش میتونه میتونه بره اما راه سوم رفته. شب از ذاتش فرار اگه سرا بوده. اینم معنی میده. ذاتش بهش حمله شاه، اصلا شاه حالا ما توی داستان میخوریم شاه بهشون حمله کرد. نه خب توی سراب هم میرسن اینا توی سراب هم. البته طبیعیش اینه که دو راه باشه، فودوس باشه به جای فوسیس. نه به جای فوسیس. خب جالب بود. ولی حالا داره تحقیق کنه که چه کسی پادشاه رو کشته. حالا که اون اومده اون پیشگوی حالا به عنوانی اومده بشه اتهام زده کی کشته. متوجه میشه که بچه رو دادن به یه چوپانی که حالا این چوپان اون بچه رو بکشه. قبل از اونم یه میخ. نه این دیگه الان جلوتره. الان نیستش. الان بحث اینه که چوپونه رو میخواد پیدا کنه. یعنی الان اودیپ میره دنبال چوپونه. اودیپ میفهمه که رازش دست چوپانیه. آره
و بس اینجا پیش میره ادامه پیدا میکنه تا زمانی که یه پیشگویی دیگه میاد. پیشگویی بعدی ریویل میشه. آره پیشگویی بعدی میاد. حالا داستان اینجا ما بهش اشاره نکرد. اودیپ اصلا کی بوده؟ یعنی اون شرق ما این بخش مهمش نگفت. چیزایی که بیاد پیش زمینی اودیپ کی اصلا؟ اودیپ اصلا چی شده اومد توی شهر ایجاد کرد؟ اودیپ مثل که توی شهر دیگه زندگی می‌کرد که کی بود اونجا؟ شاه پولوپوس بود. شاه پولوپوس بود. یعنی اینا ربط داره، یعنی همونه یا نه؟ یعنی همونی که پسرش اون شاهی بود که لایوس پسرش رو دزدیده بود. خب الان داستان اینجوری میشه که ما داستان اودیپ رو داریم که اودیپ انگار توی شهری بزرگ میشه. بعد اون شهری که اون اودیپ بزرگ میشه سنش زمانی که میره بالا یه سری شایعاتی به وجود میاد که میگن چی؟ تو پدر واقعی پادشاه نیست و اودیپ یه نوع شاهزاده، یه جور شاهزاده. بعد میره توی معبد دلفی و پیشگویی که اونجا هستن، همون پیشگویی که اومدن به لاس گفتن که پسرت همچه اتفاقی میاد، همون رو نسبت میدن به اودیپ. میگن که تو قراره پدرت رو بکشی. ما رو یه بار اشتباه گفتم. ایار گفتم که تو قراره مادرت رو بکشی و پدرت رو خواب. اما پیشگو در از اینجا میگن که تو قراره پدرت رو بکشی و با مادرت بخواب. همچه چیزی. و اودیپ هم خب توی همچین موقعیتی وقتی که همچین چیزی پیش بیره میشه خب 100% میاد فرار میکنه از اونجا میره میگه من میخوام همچین اتفاقی نیفته. به خیال خودش میخواد مقابله کنه با تقدیر. مثلا اگه عکس این پیشگویی تو آره بگم لازم خوشش میاد. بعد حالا اصلا دقیقا اینجا ما اودیپی رو داریم که یعنی قبل از اینکه به شهر بیاد و مسئله ابوالهول حل کنه دوباره میبینیم اونجا هم داره از حقیقت فرار میکنه. یه همچین داستانی ما داریم اونجا میبینیم. اینجا وقتی اتفاق میفته ما میبینیم که اودیپ اونجا از اون واقعیتی که حالا پیشگویی هم که مثلا اونجا اتفاق افتاده میاد از اینجا عبور میکنه و میاد از اونجا خارج میشه که این پیشگویی و واقعیت تبدیل نشه. یعنی مسئله دقیقاً اینه که ما مسئله هسته اودیپ نباید دوست نداره که این واقعیت بشه و با پدرش حالا اتفاق بینشون بیفته یا اینا و از اونجا خارج میشه. حالا زمانی که از اونجا خارج میشه مسئله اینه که وقتی اودیپ از اونجا شهر خارج میشه مثل که حالا به یک سرایی میشه که الان ما دور داریم به اون داستانه میریم، یعنی رجوع میشه به گذشته اودیپ به همچین اتفاق. حالا اینجا داستان اینه که میگن تو همچین سرایی پادشاه قبلی ما کشته شده و بعد مسئله بعدی که اونجا یه نفر فقط میدونه چیه. حالا تو این لحظه اتفاق جالب میفته، یه پیشگویی میاد از چی؟ از اون شهری که قبلا اودیپ تو زندگی میکرد. ادامه‌ش بگیم. خب اینجا خبر کشته شدن رو میدن دیگه. آره میگن که داستان اینجوری که اون وقتی پیش آلت خبررسانه میاد و قاصده میاد یه پدرت مرده و خوشحال میشه. بله اینجا خوشحالی خیلی نمادین. آره که شاید در واقع خوشحالی واقعی بوده از مرگ پدر. آره خب اینجوری بوده که انگار از سرنوشت فرار کرده دیگه. بله پدر اون فکر میکرد خب پس من پدرمو نکشتم. آره دیگه خودش راحت شد که خودش مرده دیگه، من که قاتل نبودم. و اینجا دوباره یه بخش خیلی مهمی پیش میاد که خب ما میبینیم که این پدرش میگه من پدرمو نکشتم، انگار یه حس خوبی داره. بعد همون لحظه ژوکاست هم کنارشه و تو اون لحظه چیزی که ما متوجه میشیم اینه که خب اودیپ میگه پس این اتفاق برای من نیفتاده و من از سرنوشتم فرار کردم و من انگار به سرنوشتم پیروز شدم، به خدایان غلبه کردم و خدایان نتونستن منو کنترل خودشون کنن. دقیقاً. حالا اینجا دوباره مسئله پیش میاد. حالا از اون ور وقتی این اتفاق میفته اون انگار نفر سوم میاد، یعنی اون چوپانی که مثلا در موردش حالا صحبت شده که تو اون قضیه بوده زمان که پادشاه مرده اونم حضور پیدا. حالا مثلا اینجا اینه که ما بعد متوجه بشیم که خب حالا داستان پادشاه اصلی ما چی بود. خب ما اینجا متوجه میشیم که اودیپ کار از زیر مثلا این یه جوری فرار کرد. آره دیگه اگر به ما حتی اشاره هم شد یه حس خوبی به ما دست میده و از این تیکه میره از همسر میپرسه چه اتفاقی افتاد. دقیقاً آره. اونجاست که قضیه چوپان مطرح میشه که آقا زن میگه من بچه رو دادم به چوپانی که اونم بخش حقیقت میگه که این یه میخم به پاش میخوره که اسم اودیپ فکر میکنه پاشو میبندن و پاش ورم میکنه. آره. اسم اودیپ هم یعنی قوزه که ورم کرد. از همینجا میاد. آره از اینجا میاد. میدن دست اون چوپان که ببره توی کوهستان و اونو بکشه. اون چوپان از دلش نمیشه، میاد اون بچه رو میسپره دست چوپان دیگه. درست. که اون دست به دست میشه دیگه. اون چوپان هم بچه رو یه راست میبره توی اون شهری که حالا
کلوپوس شاهش پدر بودی بزرگ شده، بودی دیگه همونجا بزرگ شده. ناواقعیه. یه استبدادش بوده واقعا. و حالا جالب اینجا که اون قاصدی که میاد همون چوپان بود، همون چوپانی بوده که این برد تو اون شهر و همون لازمه میگه پدر واقعی تو اصلا اون کسی که پدر تو فکر می‌کنی پدر از و الان مورد پدر واقعی تو نیست. اما پارت دوم حقیقت رو باید از چوپانی بشنوی که تو رو به من تحویل داد. آره که الان دیگه پیر و فرتود شده دیگه. دقیقاً. حالا داستان اینجا شکل میگیره که ما با یک اودیپی روبرو هستیم که در اصل متوجه میشه که پدر واقعیش اون نبوده، اون که مرده اصلا فرار نکرده. هر لحظه داره به حقیقت نزدیک‌تر میشه. استراب برمیگرده به داستان. هر لحظه دیری نمیپاید به قول ادبیات. و خب در این لحظه ما ژوکاس داریم که انگار متوجه میشن. شاید دیگه اینجا جایی بوده که از قبل متوجه شده بوده دیگه. دیگه به قطعیت میرسه دیگه. اون قطعیت میرسه که خب این داستان همینه. اما آیا ژوکاس هم همین سفر درونی رو طی میکنه؟ از چه نظر؟ از این بابت که چیزی رو نمیدونسته، بعد هولوولای پیش میاد، گرمای هیتی، یک آتشی برای حقیقت، میفهمه که این جهانی که داره فیک، واقعی نیست و تلاش کنه که اون حقیقتی که این جهان رو فیک جلوه میده پیدا کنه. آیا همین سفر رو واقعا حالا دقیقاً همین جوری هم فکر نکنم باشه، اما خب به نوعی داستان داره حول این موضوع پیش میره که خب ما همه انگار داریم از این حقیقت فرار میکنیم، هر کی به نوع خودش. من حس میکنم ژوکاس حقیقت رو با خودش حمل میکنه. یعنی این حقیقت رو میدونسته و الان دیگه و نمیگفته و حقیقت رو بی‌آبرویی مثلا حقیقت رو شاید به دلایل سیاسی نمیگفت، شاید نمیخواست وضعیت شهر دوباره به هم بریزه. به نظر من بیشتر در مورد طاقت شنیدن حقیقت. ممکنه ما خیلی اوقات پیش خودمون حقیقت رو انتخاب میکنیم، یعنی یک گزینه‌ای از حقیقت در نظر میگیریم، میگیم حقیقت میتونه این طیف باشه، بعد ازش نمیترسیم. اما زمانی که یک جایی از وجودمون حس کنه که حقیقت میتونه این گزینه هم باشه، اونجا دیگه باش مقابله میکنیم و مقابلمون تو این زمین فرار، چون طاقت شنیدنش نداره، رو میاریم به انکار و حس میکنم اونا هم چی کاری انجام بده. نه آخه یه نکته جالبی توش هست، من الان فکر کردم بهش، بیشتر حالا تو بحث روانشناسی مطرح میشه. حالا میگه که خب فروید میگه که آقا اگر مثلا هر پسری وقتی به دنیا میاد همچین میلی داره، شاید برعکس. حالا گوش کنید، پدرش رو میخواد بکشه و با مادرش ازدواج کنه. حالا این تو واقعیت خب نمیشه، این میشه همون چیزی که مثلا از دید فروید میگه سوپر ایگو، واسه این نمیشه. بله سوپر ایگو جلوی اینو میگیره. حالا بحث اینجایی که مطرح میشه آریا مثلا اینو میگه، یعنی جوری که من متوجه شدم حس میکنم میگه اگر همچین چیزی وجود داشته باشه که هست، یه همچین عقده بودی همون باش به دنیا اومدیم و داشتیم اینا، میگه که شاید اون مادر داره از این عقده اودیپ لذت میبره، یه همچین چیزی داره میگه. نه شاید اصلا تقدیر این وسط حاکم شده، مسلط شد که اودیپ رو به میلش برسونه. یعنی چی؟ یعنی ژوکاس کار بکنه؟ آره اصلا تقدیر در واقع اون که از این دید در خدمت اودیپ بوده که اودیپ به این میل درونیش برسه. خیلی اوقات خیلی جا تو روانشناسی ها مدرن ترش میگن که این قضیه میل جنسی کودک به مادر برعکس، یعنی این دو تا ضربه در برعکس. شاید آریا داره همچین چیزی میگه. آره آخه مادر هم توی چرخه همچین چرخه یا به اصطلاح وزنه بی تأثیری نیست، یعنی مادر هم نیست که اینکه بگیم که میل کودک صرفا معطوف باشه به مادر. خلاف این داستان رو میشه ثابت کرد و به نظرم واقعی تره. او که 100%، یعنی ما مسئله به اسم عقده مادر هم داریم. آره. یعنی مادر باعث میشه که فرزندش گیر بیفته، یه همچین چیزی. این همون سمت دیگه عقده اودیپ. آره دیگه، یه جوری میشه که مادر هم اینم میشه علاوه روانشناسی بررسیش کرد. اما خب تو داستان تو نمایشنامه مثلا اینجوری بهش نگاه نمی‌کنی از دید من، یعنی علاوه روانشناسی میشه بهش نگاه کرد. به نظرم ژوکاس اول در مقام یک زن مثلا خیلی عقاید پیچیده شاید داشته. مثلا تو داستان ما نمیدونیم که اصلا نظر من حداقل نفهمیدم شاید که سوفوکل دیدش به زنان چیه. بله زن رو مهره صرفاً بیشتر از یعنی تو نمایش سومش خیلی مشخص. آره حالا تا حدودی ما میدونیم مثلا که آقا سوفوکل میدونه که زنان صرفاً برای تولید مثل نیستن، میشه به اون مهره‌های اجتماعی هم بهشون نگاه کرد. اما ژوکاس یه فانکشن دیگه داره. نه آخه توی مثلا یونان باستان خدایان یونان هم زن رو، حالا درست همشون تحت سیطره مثلا زئوس هستن، تسلط زئوس، اما خب باز نقش دارن اما تغییر میشن با اون جنس دوم. اصلا بحث همین. اما من حس می‌کنم ژوکاس حقیقت رو با خودش داره. شاید ژوکاس یه جوری میخواد که واقعا خلاف تقدیر رو ثابت کنه. درست.
انگیزه های شخصیت پیچیده و در مبهمه. اون که همشون میخوان خلاف. من این قضیه حقیقت این شکلی رو توی کتابی حالا ارتباط دوری با این قضیه داره، اما موضوعش اینه که یه فردی هست خیلی گناهکاره و میاد تمام اعضای خانواده‌شو بعد از اینکه به حقیقت میرسن میکشه. بعد که ازش میپرسن چرا همچین کاری کردی، میترسیدی لو بری؟ نمیگه من میترسیدم لو برم، میگه اونا طاقت شنیدن همچین حقیقتی رو نداشتن. یعنی بعد از شنیدن حقیقت بدتر از مرگ براشون اتفاق میفته. ما جوکاس هم میبینیم که بعد از اینکه به اطمینان میرسه واکنشش چیه؟ مرگ. درست. یعنی مرگ دیگه ما نمیتونیم بیشتر از این، فکر نمی‌کنم اینجا قضیه لذت مطرح بوده باشه، بیشتر اینجا طاقتی. آره لذت و رنج با هم آمیخته هستن، ولی اینجا حالت طاقت مطرح میشه به نظر. یهو طاقتش سر اومده. آره دیگه، یعنی یا حقیقت برملا شده یا انفجاری رخ داده و دیگه تمام نمیتونی بعد از حقیقت یک ثانیه دیگه زنده بمونی. این حس میکنم که یه خورده سطح داستانه باید بیشتر، یعنی این شخصیتیه که جوکاس تو داستان اصلا دیده نمیشه. ما سرجان 10 تا 12 تا 20 تا دیالوگ از شخصیت داریم اون تمام. آره خب بالاخره یه نقش منفعلی داره، انگار همه اتفاقا میفته که انگار اصلا همین شخص ایشون داره صحنه رو میچرخونه، اصلا ولی تو سایه است. همونجوری که ما توی نمایشنامه سوم متوجه میشیم که شاید اودیپ هم نمرده، شاید اودیپ هم زنده باشه توی داستان، شاید اصلا یه اودیپ شخصیت شده مثل تیزیاس. این هم یه تئوری هستم. من میگم میمیره. نه درسته که میمیره اما کسی مرگش رو نمیبینه. همه میگن که اودیپ دپ شد به آسمونا رفت، شاید هم نشد. حالا قسمت انتهایی نمایشنامه اول به کجا میرسه؟ درست. ادامه بدیم. من بگم ادامه بدیم. بحث این میشه که اودیپ بعد از اینکه چوپان بهش میگه که یک چوپان دیگه تو رو به من تحویل داد، چوپان دوم رو فرا میخونه و میگن که این چوپان آدم فرتوتیه و در راه قصره و در همین حین حالا تیرزیاس و سری درگیری‌ها با تیرزیاس و کرئون و جوکاس داره. چوپان دوم میاد و این تئوری رو تایید میکنه، میگه که شاه تو رو به من تحویل داد که من تو رو سرمنیز کنم، اما من همچی کاری نکردم. و اینجا لحظه‌ای که پرده‌های حقیقت دریده میشه به اصطلاح، یا پرده‌های اسمت دریده میشه اجرایی و اودیپ میفهمه که هرچی حرف بوده درست بوده. اینم بگیم که اودیپ یه دفعه متوجه میشه که مثلا تو سراحه یه اتفاقی افتاده. آره. اینم باید نکته اشاره کنیم. چوپانه خب بعد میاد سراغ اون روز رو میگیره. چه اتفاقی افتاد؟ که اودیپ توی راه شهر تب میرسه به یک سراح فوسیس. یه کاروانی داره رد میشه. این کاروان شاه یا همون لایوس در این کاروان بوده، اما در لباس رهگذرهای معمولی با 2 تا از خدمتکاراش. اینا دارن با سرعت از جاده رد میشن که به اصطلاح میخوان اودیپ رو زیر بگیرن. اودیپش بر میخوره و اونا به اودیپ دشنام میدن و شلاقش میزنن. اودیپ هم در قبال دفاع از خود، یعنی حمله نکرده، شاه رو میکشه به یک ضربه. خیلی مشتی میره رو هوا و یه ضربه میزنش. بعد از اون اگه باباش بود اگه مامانش بود چی میشه؟ این دیگه بدتر شد. تئوری دوم چیزی که ما نوشتیم با عنوان گایس به اصطلاح دیگه تصویر پازل ها کنار هم چیده میشن و اودیپ متوجه حقیقت میشه. جوکاس غیب میشه. بعد از اون قاصد خبر میاره که جوکاس مرده. اودیپ میره و میبینه که جوکاس خودش رو به دار آویخته، خودش متاثر میشه، متاثر بود، متاثر تر میشه و با سنجاق‌های لباس جوکاس چشمای خودش رو کور میکنه، چرا که نور حقیقت براش بیش از حد تابانه. و بعد این حقیقت عمومی میشه و به اصطلاح درمون شهر پیدا شده، قاتل شهر پیدا شده، قاتل پادشاه، و کرئون اودیپ رو تبعید میکنه. آره دیگه یه جورایی دیگه اودیپ یه حالتی پیدا میکنه، یک شخصیت بی‌آبرویی میشه که ننگ خاندان خودش، ننگ خاندان، و از خدای میپرسه چرا سزاوار چنین ننگ بشریت بوده. ننگ بشری میشه اصلا یه همچین چیزی، اما صرفا نماینده یک میلی که یهو عیان شده. آره یعنی یه جورایی داستان مثل اودیپ مثل شخصیت میمونه که انگار روی سرنوشت خودش تاثیر نداشته و انگار نمیخواد با سرنوشت خودش رو بشه. آره یعنی همچین چیزی، ما یه همچین داستانی داریم که نماد مبارزه است. شاید البته این باز هم میگم شاید ظاهر داستان ما داریم میبینیم، شاید اصلا سرنوشت اودیپ رو به میل خودش رسوند ولی بهاش رو ازش گرفت. آره. و اینجا نمایشنامه اول تمام و نمایشنامه و اودیپ و فرزندانش که
اتیوکلس، آنتیگونه ایسمنه و فرزند پسر دومش رو من اسمش رو اینجا نوشتم و اتیوکلس پولونیکوس. این پولونیکوس، اتیوکلس، آتنه ایسمنه و آنتیگونه است. آنتیگون یا آنتیگون. خب یا آنتراک به سلامات.